بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت تمام همراهان عزیز. امیدوارم که در صحت و سلامت کامل باشین. کشور ایرلند قبلا صحبت کرده بودیم که پروگرام جدید برای مهاجرین پناهنده ها و پناهجویا و مهاجرین افغان داره. دیپارتمنت آف جاستیس اعلامیه‌ای نشر کرده از پروگرام جدید کشور ایرلند به نام افغان ادمیشن پروگرام که در این پروگرام 500 شخص آسیب پذیر که یکی از اعضای فامیل از اینها در کشور ایرلند باشه، اینها میتونن برای آوردن اعضای فامیلشان که آسیب پذیر هستن از افغانستان به ایرلند اقدام کنن و درخواستی خودشان را ارسال کنن. من قبلا صحبت کرده بودم که این پروگرام در ماه دسامبر باز میشه. امروز روز 15 است. این اعلامیه در روز 14 دسامبر به نشر رسیده و شما میتونین از صبا که 16 دسامبر 2021 باشه فرم ها رو خانه پری کنین. البته فرم تا هنوز باز نشده، صبا فرم باز میشه و فرم در دسترس ما قرار میگیره. من صبا در مورد خانه پری فرم صحبت میکنم. این فرم وقتی که خانه پری شد شما میتونین به ایمیل آدرسی که در همین صفحه در اختیار ما و شما قرار داده شده در ادامه صحبت میکنم در موردش، ایمیل آدرس به همون ایمیل آدرس فرم را ارسال کنین همراه اسناد دیگه ای که در ویدیو بعدی در موردش صحبت میکنم بعد از اینکه این فرم باز شد. این پروگرام تا تاریخ 24 فوریه 2022 باز میمانه، یعنی کسانی که مایل هستن وقت دارین تا 24 فوریه 2022 فرم‌های خودتان خانه پری کنین و 14 مارس سال 2022 نتایج از او اعلان میشه که چه کسانی قبول شدن و حالا میتونین شما برای ویزا اقدام کرده و فامیل خود را به کشور ایرلند بیارین. اینکه چه کسانی میتونن برای از این فرصت ها درخواست بدن و چه ویژگی هایی داره، سوالاتی در همینجا پرسیده شده که جوابای از اینا جواب قانع کننده است و میتونه اطلاعات بسیار زیادی در مورد از این پروگرام به شما بده. من جوابای از اینها رو به خانش میگیرم. اینکه چه کسانی میتونن برای از این پروگرام درخواست بدن، کسانی که یکی از اعضای فامیلشان در ایرلند باشه و این شخص قبولی ایرلند داشته باشه و از اسناد خودش 12 ماه و یا بیشتر باقی مانده باشه، یعنی از ختم اعتبار آیدی کارت ایرلندی خودش این 12 ماه و یا بیشتر باقی مانده باشه، این اشخاص میتونن برای از این پروگرام اقدام کنن. هر شخص میتونه برای میبینین که اینجا نوشته You can apply for up to 4 beneficiaries. برای بیشتر از 4 نفر شما میتونین درخواست بدین. هر شخصی که در ایرلند هسته، برای مثال 1 نفر دارین شما در ایرلند هسته، تا 4 نفر شخص میتونه برای از این پروگرام ثبت نام کنه و این 4 نفر به ایرلند بیاره. البته تعداد مجموعی 500 نفر است، به همین خاطر بیشتر از 4 نفر به اشخاص اجازه ثبت نام ندادن. اینکه چه کسانی رو میتونین با خودتان به ایرلند بیارین، همسرتان است، اطفالتان است، البته اولادایتان، البته اولادایی که آن مرید باشه، همچنین اعضای دیگه خانواده، برای مثال مثل پدر مادرتان، پدر بزرگ مادر بزرگتان. اگر اینها را قبلا شما با خود آوردین ولی یکی از اعضای فامیل نزدیکتان که آسیب پذیر است او نیاز به کمک داره، شما میتونین او شخص هم با خودتان بیارین و یا یک طفلی که به سرپرستی گرفتین، این پدر مادر نداره، شما به سرپرستی گرفتین، شما میتونین این اطفال نیز برای از اینها درخواستی خود خانه پری کنین و برای اداره مهاجرت ایرلند ارسال کنین. اینکه اولویت ها بیشتر به کدام اشخاصی داده میشه. ببینید اگر این کسانی که درخواست میدن تا 500 نفر نرسه، خب کل از امو اشخاص در نظر گرفته میشن و
اینها به ایرلند آورده میشن. ولی بعضی وقتا اصلا یک حالتی به وجود میاد که ظرفیت 500 نفر است ولی 1000 نفر ثبت نام میکنه. در این حالت در اینجا بیان شده که ما شروع به ارزیابی وضعیت اشخاص میکنیم در مورد نوعیت خطری که اینها رو تهدید میکنه، در مورد شخصی که او خطر اینها رو تهدید میکنه و همچنین در مورد از این که آیا این خطر رو به افزایش است و یا رو به کاهش است. این معیارات در نظر گرفته میشه و بعداً از بین از همون 1000 نفر 500 نفر انتخاب میشه و برای از اینها ویزا داده میشه. اینها وقتی که ارزیابی میکنن میزان آسیب پذیری یک شخصا، بعضی موارد در نظر میگیرن، برای مثال برای اشخاص پیر، برای اطفال، برای سینگل فیمیل پرنتس، برای مثال یک نفر است پدر مادرش، برای مثال پدرش فوت شده، مادرش تنها در افغانستان مانده، این اشخاص رو در نظر میگیرن که به ایرلند انتقال بدن. سینگل ویمن اند گرلز، کسی که برای مثال یک خواهرش و یا برای مثال یک دخترش در افغانستان باقی مانده، بقیه اعضای فامیلش به ایرلند آمده، این حالت ها رو نیز در نظر میگیرن. کسانی که معلولیت دارن، اگر برای مثال شما در ایرلند هستین، کدام عضو فامیلتان معلولیت داره، اینها معیاراتی هستن، ویژگی هایی هستن که اکثرا اداره مهاجرت ایرلند اینها رو در نظر میگیره و به اینها اولویت میده تا به ایرلند بیان. و کسانی که قبلا با یکی از ارگان هایی کار میکردن که فعلا در خطر هستن، برای مثال مثل EU یا UN یا ناتو، اینها بیشتر ویژگی هایی هست که برای از این اشخاص اولویت داده میشه تا اینها انتخاب شوند و به ایرلند بیان. خب بعضی سوالات دیگه هم وجود داره. برای مثال آیا لازم است تا شخص فعلا در افغانستان باشه و یا اگر خارج از افغانستان هم باشه در نظر گرفته میشه درخواستی ما؟ فرق نمیکنه که شخص در کجا باشه، چه داخل و چه خارج، ولی شخص باید تا 1 آگوست 2021 در افغانستان بوده باشه و بعد از او اگر از افغانستان خارج شده باشه و به یکی از کشورها مثل ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان فرار کرده باشه، شامل از این پروگرام میشه. دیگه بعضی سوالات دیگه پرسیده شده، این که این پروگرام یک پروگرام موقتی است، برای 2 سال اجازه اقامت بر از این اشخاص داده میشه، اجازه کار بر از این اشخاص داده میشه و اینکه این اشخاص میتونن در ایرلند بیزینس و یا تجارت انجام بدن، بر از اینها اجازه بیزینس و تجارت هم داده میشه. اینکه این اشخاص از تحصیل و بیمه صحی مستفید میشن در افغانستان اطلاعات داده شده و در نهایت اینکه شما چگونه میتونید فرم رو خانه‌پری کنید. فرم تا هنوز باز نیست و در این وبسایت قرار نداره. بعد از خانه‌پری از این فرم شما باید به ازمی ایمیل آدرس ارسال کنین ap@justice.ie که من فردا وقتی که فرم باز شد در مورد خانه‌پری فرم با شما عزیزان صحبت میکنم که این فرم را چگونه خانه‌پری کنید. این که خود از همین سابمیشن و یا تسلیمی از این فرم چقدر فیس لازم داره، هیچ گونه فیسی برای این فرم لازم نیست تا شما پرداخت کنید. این که شما چقدر باید سرمایه داشته باشین و یا برای مثال اینکام و یا درآمدتان چقدر باشه معلومات نداده، ولی باید درآمد کافی داشته باشین تا همون 4 نفر اشخاص رو شما ساپورت کنین. و موضوع آخر این که نتیجه ای از همین درخواستی شما تا 14 مارس سال 2022 معلوم میشه و بعد از اون اشخاص میتونن برای از همین پروگرام ویزا گرفته و به ایرلند بیان. اگر مایل هستین تا در مورد اخبار جدید مهاجرت، ویزا، پناهندگی و فرصت‌های تحصیلی اطلاعات کافی را حاصل کنین، فرم‌ها و نحوه خانه‌پری فرم‌ها را شما می‌خواین تا اطلاعات داشته باشین، شما می‌تونین کانال یوتیوب مدارس سابسکرایب کنین تا از این اخبار جدید آگاه شوین. از اینکه تا این قسمت ویدیو همراه ما بودین جهان سپاس. از اینکه کامنت‌های دلگرم کننده می‌مانین جهان سپاس. من لینک از همین وبسایت در قسمت دیسکریپشن ویدیو میمونم. شما میتونین فردا وقتی که فرم باز شد فرم رو خانه‌پری کرده و برای دیپارتمنت آف جاستیس تسلیمی بدین. شما تا ویدیوهای بعدی به خداوند بزرگ میسپارم. با تشکر از توجه شما عزیزان.